سلام دوستان گرانقدر. همگی ما میدانیم که پول هویت یک ملت است و نشان دهنده تاریخ و تمدن یک کشور. آیا گاهی فکر کرده اید که پول ما چقدر هویتمان را بازگو می کند؟ آیا گاهی افغانی را با سامانی تاجیکستان و ریال یا تومان ایران مقایسه کرده اید؟ پس بیایید همین کار را امروز با هم انجام دهیم. ابتدا شروع میکنیم با واحد پول تاجیکستان. واحد پول تاجیکستان سامانی است که در سال 2000 میلادی این واحد پولی جایگزین روبل تاجیکستان گردید. $1 برابر است با 8.8 سامانی. باید یادآور شد که بعد از فروپاشی شوروی این کشور در سال 1991 مستقل شد و از آن زمان به نام جمهوری تاجیکستان نامیده می شود. تاجیکستانی ها نام واحد پولیشان را سامانی انتخاب کردند، چون فکر میکنند که سامانی بازگو کننده سربلندی و افتخار تاجیک هاست. هرچند که سامانی ها از بلخ افغانستان بودند و پایتختشان هم همین شهر بلخ و بخارا بود، ولی چون قلمرو این امپراتوری تاجیکستان کنونی را نیز در بر می گرفت، پس تاجیک ها به اجداد سامانیشان افتخار می کنند. در بانکنوت ها یا اسکناس های 100 سامانی عکس شاه اسماعیل سامانی را چاپ نمودند و علاوه بر آن در دیگر بانکنوت ها عکس ابو علی سینا، رودکی و دیگر شاعران ملی و سیاسی تاجیک را نیز گنجانیدند. خلاصه هم نام این پول و هم شکل ظاهریش برازنده ملت بزرگ تاجیک است. پس به برادران تاجیک خود تبریک میگوییم. حال میپردازیم به تشریح پول خودمان یعنی افغانی. $1 امریکا برابر است با 68 افغانی. این واحد پولی برای اولین بار در زمان شاه امان الله در سال 1925 ارائه گردید و رسما وارد بازار شد. نام افغانی نیز یادآور دوره باشکوه هوتکیان است که یک زمانی قسمت‌هایی از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، قسمتی از هند یا پاکستان امروزی و افغانستان را در بر می‌گرفت. پس نام افغانی برای پول این کشور انتخاب بجا است و میشه بهش افتخار کرد. عکس هایی که در بانکنوت ها یا اسکناس های افغانی چاپ شده نیز تا حدودی بجا و درست می باشند. مثلا مقبره سلطان محمود غزنوی است که باز هم شکوه و عظمت این سرزمین را نشان می دهد. مقبره احمد شاه درانی است که باز هم زندگی دوباره این مردم را بعد از مرگ نادرشاه افشار نشان می دهد. قلعه تاریخی بست در هلمند نیز نشان می دهد که این کشور حتی قبل از اسلام وجود داشته و دارای تمدنی بوده است. دروازه پغمان و باغ پغمان که باز هم بازگو کننده دوران درخشان و طلایی افغانستان در زمان حکومت شاه امان الله می باشد. چند مکان مذهبی از جمله مزار شریف نیز نشان می دهد که ما مسلمانیم و همین کافی است. پس پول ما تا حدودی هویتمان را به درستی بازگو می کند. هرچند که از شاعران و بزرگان ما چون مولانای بلخ، ناصر خسرو بلخی، ابو علی سینای بلخی و سید جمال الدین افغان خبری نیست، ولی روی هم رفتن میشه گفت خوب طراحی شده‌اند. و اما پول جمهوری اسلامی ایران تا همین 1 ماه پیش واحد رسمی پول ایران ریال بود که بعد از تصویب هیئت وزیران رسما 1 صفرش کم گردید و به تومان تبدیل شد. $1 برابر است با 32,000 ریال. ریال از واژه اسپانیایی و پرتغالی وارد فارسی شده و در زمان رضا شاه پهلوی یعنی در سال 1925 به عنوان واحد رسمی پول ایران معرفی گردید. قبل از آن یعنی در زمان قاجار واحد رسمی پول ایران تومان بود. اخیراً بر اساس لایحه اصلاح پولی و بانکی ایران واحد پول این کشور تومان و برابر با 10 ریال تعیین شد. پس $1 می شود 3200 تومان. تومان یک واژه مغولی است و به معنی 10,000 می باشد. مغولی ها به لشکر 10,000 نفری تومان و به فرمانده آنها امیر تومان می گفتند. عکس هایی که در بانکنوت ها یا اسکناس های ایران چاپ شده بیشتر مکان های دینی و مذهبی اند تا ملی و تاریخی. مثلا عکس مسجد الاقصی در اسرائیل، عکس مکه در عربستان و یا هم عکس مقبره امام رضا در مشهد. در مقایسه با پول دو کشور همزبان یعنی افغانستان و تاجیکستان، پول ایران متاسفانه نمیتواند نشان دهنده یک ملت با عظمت و متمدن باشد. نام واحد پولیشان مغولی است و عکس هایی که در اسکناس ها به کار رفتند نیز به خارج از ایران ارتباط دارند. از عظمت رستم و کوروش و رازی و حافظ و یعقوب لیث و دیگر فرزندان با افتخار این سرزمین
اصلاً خبری نیست. پس پول تاجیکستان یعنی سامانی چی از نگاه ارزش و چی از لحاظ انتخاب نام و شکل ظاهری در درجه اول قرار می گیرد. پول افغانستان یعنی افغانی هم از نگاه ارزش و شکل ظاهری تا حدودی توانسته بازگو کننده قدامت این کشور باشد، پس در درجه دوم قرار می گیرد. اما چون گزینه دیگری نیست، پس ناگزیر تومان را در درجه سوم قرار می دهیم. تشکر از توجهتان. خدا حافظ.